سری حرکاتی با هم انجام میدیم که همه بهش نیازمندن. خواهش میکنم با ما همراه باشید. حرکت تعادلی، دست مخالف، پای مخالف، کشش. مخصوصا کسانی که مشکل ستون فقرات، مهره های کمر دارن، این حرکت رو انجام بدن. تکرار میکنیم. تمرکز روی موزیک برنامه. عوض میکنیم. کشش روی عضلات فوقانی، تحتانی، مخصوصا کسانی مشکلی که سندروم سیاتیک دارن. حرکت بعد میشه 1 2 1 2 نزدیک دور میکنیم. 1 2 1 2 1 2 1 2 نزدیک دور میکنیم. 1 2 1 2 1 2 کاملا کشیده. 1 نگه میداریم. پا رو عوض کنید لطفا. 1 2 1 2 1 2 نزدیک. مخصوصا کسانی که مشکل در بزرگترین مفصل زانو دارن، حرکت رو تکرار کنن. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4. حرکت بعد میریم روی ست و قوس ستون فقرات. میشه 1 2 نزدیک دور میکنیم. 1 2 1 2 1 2. حالا بریم برای قسمت کمربند شانه‌ای. کشش 1 میریم به سمت. 2 1 دور میکنیم. کشش دور میکنیم. 1 2